أينما كنا أينما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سوره الزلزال یا الزلزله. در این صورت الله تعالی بعضی از احوال روز قیامت بیان میکنه و همچنان حالاتی که در آن روز بالای انسان می آید و در سوره نوعی ترغیب به اعمال صالح است و تخویف و ترهیب از اعمال شر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا شرطیه، وقتی که جنبانده شود زمین، زلزالها به زلزله بسیار سخت، به تکان دادن بسیار سخت. روز قیامت یکی از علائم آن و یکی از احوال آن روز تکان خوردن زمین است. زمین تکان داده میشه، بالای زمین زلزله می آید. در سوره الحج الله تعالی چنین تعبیر میکنه: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. زلزله روز قیامت بسیار یک چیز بزرگ است، یک زلزله بزرگ است. زلزله است که همه زمین فرا میگیرد، قلبها را در تکان میارد. زلزله است که انسانها در زلزله بسیار زیاد پریشان می باشند، در حیرت می آیند. زلزله است که زمین همه امانت خود بیرون می کند. زلزله است که زمین همه مخلوقاتی که در داخل یزید دفن شده، انسانها همه زیر بیرون می اندازد. زلزله عجیبی است. انسان فکری از زلزله های که یعنی قبل از قیامت میشه و زلزله های معمولی در یک منطقه گاهی زلزله میشه و منطقه دیگری نمیشه، فکری از این نکنه. این زلزله است که همه زمین یکسان بالایش میآید. زلزله بزرگ است. زلزلة الساعة شیء عظیم. و وقتی که زلزله صورت گرفت، زمین تکان خورد، جنبش بالایش آمد. و اخرجت الارض اثقالها. در این صورت زمین بیرون میکنه تمامی آنچه که داخل یزی امانت ها بود. و اخرجت الارض، بیرون میکنه زمین، اثقالها، بارهای گران خدا. اثقال جمع ثقل، باری گران خدا میگن، یا امانت های سنگین خدا. زمین هم امین است، امانت دار است. در زمین بسیار چیزها امانت گذاشته شده، پروردگار این را امانت گذاشته نزد زمین. تمام انواع معادن قیمتی داخل زمین است. روز قیامت وقتی که زمین تکان بخورد، همه اشیای قیمتی را بیرون می اندازد. طلا، نقره، انواع از معدنیات.
در حدیث میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند زمین طلا و نقره خود به مثل و مانند ستونهای بسیار دراز و محکم قوی بیرون می اندازد. قاتل می آید میگه به خاطری از این من قتل کردم. کسی که قطع صله رحمی کرده میگه من به خاطری از این قطع صله رحمی کردم، فامیل خود ترک کردم. و دزد می آید میگه من به خاطر از این دوستام بریده شد. اینها همه دعوت داده میشن بیایید هر چی میخواهید بگیرید از این طلا و نقره، لکن انکار میکنن. دیگر روزی نیست که مال به درد بخوره و از مال استفاده کنه. مراد از اثقال همه اشیای قیمتی، معادن قیمتی که داخل زمین دفن هستند، اینها بیرون انداخته میشن. یا مراد انسانها هم داخل زمین امانت هستند، بری زمین امانت هستند. اینها بیرون انداخته میشوند، دوباره زنده کرده میشوند، از زمین بیرون میشوند. الله تعالی اینها را بیرون میکنه و هر دو معنا تضاد نداره. اثقال یعنی انسانها را هم بیرون میکنه و دانه های قیمتی خود، معادن، همه اشیای قیمتی خود بیرون میکنه زمین. وقال الانسان ما لها، و میگوید انسان، جنس از انسان کافر است یا مسلمان. بعضی ها گفتن نه، مراد از انسان اینجا کافر است. معنای اول قوی تر معلوم میشن. سیاق و سباق آیت دلالت میکنه که همه انسان ها، جنس از انسان در روز میگوید ما لها، چی شده از زمین را، تعجب میکنن. زمین به این اندازه زمینی پهناور، زمینی سخت و بالای زمین زلزله بزرگی آمده و تمام دانه های قیمتی، اشیای قیمتی خدا بیرون می اندازه. بالای زمین چی شده که حالت آمده بالای زمین؟ و البته از دهشتی آن روز، از وحشتی آن روز، انسان هم در تعجب می افتد که بالای زمین چی آمده، چه حالت است بالای زمین. یومئذ تحدث اخبارها، این جوابی شرط است. اذا شرطیه بود، جواب شرط. وقتی که زمین در لرزه بیاید و زمین آنچه که امانتی که داخل خود داشت او را بیرون بیاندازد، در این روز، یومئذ، در این روز یعنی روزی که قیامت قائم شده، زمین بالاش می حالت می آید. تحدث اخبارها، تحدث بیان میکند، خبر میدهد، روایت میکند. اخبارها، خبرهای خود. اخبارها، اخبار جمع خبر، خبرهای خود، حکایتهای خود. آنچه که بالای زمین صورت گرفته، انسانها انجام داده، انس و جن و تمام حیوانات، زمین او را حکایت میکنه، برای پروردگار بیان میکند. این آیت زجری بسیار بزرگ است، تهدید بسیار بزرگ است و در عین حال ترغیب است. یعنی انسان ایره بداند که هیچ عملی را در روی زمین انجام نمیدهد و هیچ حرفی را نمیگوید مگر اینکه زمین یا علیه ازی شاهدی میدهد یا اینکه به نفی ازی شاهدی میدهد. اگر حرفی خوب بوده باشه، اعمالی نیکو بوده باشه، در اون روز به نفی ازی شاهدی میدهد. و اما اعمال زشت و قبیح بوده باشه، علیه ازی شاهدی میدهد. پس انسان اختیار کنه که در اون روز زمین علیه ازی شاهدی بدهد یا اینکه به نفی ازی شاهدی بدهد. و موقف آن روز هم در یاد خود بیاره که چقدر روز سخت است.
بأن ربك اوحى لها. این دفع یک توهم میکنه که زمین چطور یک مخلوقی جامد است، زبان نداره، چطور حکایت میکنه، چطور روایت میکنه. میفرماید بأن ربک اوحى لها، به یقین پروردگار تو اوحى لها، امر کرده است زمین را که روایت کنه، حرف بزنه. پروردگاری که به تو نطق داده، زبان داده و تو را قادر به نطق کرده، در اون روز نطق تو را سلب میکنه، زمین اجازه میدهد که تو بگو، همچنان دسته ها را اجازه میدهد که تو بگو، تو حرف بزن، پاها را اجازه میدهد که تو حرف بزن، تمام اعضا و بدن انسان. ذاتی که قدرت داشت تو را به نطق بیاره و این نطق برای تو او ذات داده، او ذات باز این نطق از تو سلب میکنه. زمینی که جماد است، حرکت نداره، حرف زدن نمیتونه، در روز باز حرف میزنه به اجازه پروردگار. الله برش اجازه میده، الله برش قدرت میده، قسمی که به تو قدرت داده. اگر الله قدرت از تو سلب کنه، دیگر هیچ قدرتی نیست که زبان تو را به نطق بیاره. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ در امی روز، در امی روزی که زمین بالای زلزله میآید و زمین اخبار خدا بیان میکنه، در امی روز یصدر الناس، بیرون میشوند مردم از قبرها. یصدر، صدر یصدر، بیرون میشوند، خارج میشوند از قبرها. از کجا خارج میشن؟ از قبرها خارج میشن. اشتاتا، پراگنده، پراگنده، اشتات جمع شتات یعنی پراگنده. و پراگنده البته یعنی هر مردمی از منطقه خود، گورستان‌های مختلفی از مناطق مختلفی از مناطق خود، گروه مختلف، یعنی پراگنده بیرون میشن، میران به طرف سرزمین حشر. یا پراگنده گروه متفرق، هر مردمی بدل خود، مردمانی که اعمال صالح انجام دادن اینها بدل خود هستند، به گروه خود هستند. و مردمان فساق و فجار و کفار و مردمای بد، اینها به گروه خود هستند. مردم متفرق به طرف سرزمین حشر بیرون کرده میشن، روان کرده میشن. خب به خاطر چی اونجا میرن؟ لیروا اعمالهم، تا اینکه ببینن اعمالهای خدا، برابر است که اعمال زشت است یا اعمالی خیر. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس کسی که یعمل مثقال، انجام میدهد یا انجام داده است، مثقال ذره، به وزن ذره، به اندازه ذره. مثقال مرکزش اینجا وزن یا امو اندازه، به اندازه ذره. ذره امو معروف است که در شعاع آفتاب دیده میشه، که در غیر آفتاب اگر یا در شعاع روشنی دیده میشه، آفتاب یا روشنی دیگری، اما اگر روشنی نباشه دیده نمیشه. قدر مخلوقی ضعیف و بسیار زیاد خرد است. یا مراد از ذره اینجا مورچه های خرد. البته مقصد اعمال نهایت خرد و پست و که انسان شاید به فکرش اعمال حقیر یعنی بوده باشه، همه ازی در روز نتیجه ازی را میبینه. فمن یعمل، پس کسی که انجام داده باشد، مثقال ذره، به اندازه یک ذره یا به اندازه مورچه خرد، خیرا، خیر را انجام داده باشد، کاری نیکویی را، یره، یعمل خدا جزایش میبیند. یعنی الله تعالی جزای نیکوی از او را میدهد، بدله نیکوی از او را میدهد.
و بدل نیکوی از او چی است؟ بهشت است، برش بهشت میدهد. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و کسی که عمل انجام داده باشد به اندازه ذره از شر، عمل شر را انجام داده باشد، یره، این نتیجه عمل خود در او روز میبیند. ای آیت بزرگترین تخویف است برای انسانها و در عین حال بزرگترین بشارت است برشان. تخویف به ای که انسان از حالت آن روز و از حساب و کتاب دقیق آن روز بترسد که ذره ذره حساب میشه، و بشارت به ایست که انسان ادناترین عمل نیکویی را که برای پروردگار انجام داده نتیجه خوبی از او را در آن روز درک میکنه، الله تعالی برش میدهد. پس بشارت بزرگ است. و باز یک نیکی در بدلش 10 نیکی داده میشه و 10 را الله تعالی اضافه تر هم میکنه به کسی خواسته باشه تا 700 و از او به بالا وری کسی خواسته باشه. و اما بدی در مقابل یک بدی را انسان جزایش میگیره. یک بدی 10 بدی جور نمیشه. و همچنان بشارت به ایسه که انسان به طرف پروردگار رجوع کنه، توبه کند. توبه تمام بدی ها را محو میکنه و آنچه از بدی که انسان انجام داده نه تنها او را به الله تعالی محو میکنه بلکه آنها را به نیکی تبدیل میکنه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله تعالی اعمال زشت انسان به ذریعه توبه و اعمال صالحه به نیکی تبدیل میکنه. پس دنیا بسیار ایام زود گذر است. انسان در شکی نیست که خطاکار است، اشتباه داره، گناه ها را انجام میدهد، اما هر لحظه باید تجدید داشته باشد، هر لحظه توبه کند، هر لحظه به پروردگارش رجوع کند تا اینکه بدی هایی را که انجام داده بدی ها را الله تعالی از صفحه اعمالش محو کند، نابود کند و ایره به نیکی ها هم تبدیل کند. الله تعالی ما را از سختی های روز قیامت نجات بدهد و از گرفت آن روز ما را نجات بدهد و از حساب و کتاب سخت آن روز ما را نجات بدهد و الله تعالی به فضل و کرم و مهربانیش ما را در جمله بنده های صالح و نیکوکارش در روز حشر کند. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد.